برنامه خبری و تحلیلی رادیو آزادی را من مومین احمدی از شهر پراگ تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. امروز 27 نوامبر است. سرخط خبرهای برنامه. نمازگزاران نگذاشتند که پلیس یک مسجد را در مسکو با بولدوزر ویران کند. مقامات روس مسجد را غیر قانونی می‌دانند. مخالفان حکومت طالبان در نشست در دوشنبه گفتند در 2 سال حکومت داری این گروه هیچ کار خوبی برای افغانستان نکرده است. هیچ علاقمندی با مردم خود ندارند. اونا فکر میکنند که نماینده‌های خدا هستند. نعوذ بالله. مقامات تاجیک دستور دادند که تا سال 2028 در دوشنبه باید تمام تاکسی ها برقی شوند و بنزین استفاده نکنند. در مدت 1.5 سال زیاده از 60% خطا نکنیم مگر علاقه با ماشین های سبز داشتیم. در یک شهر کنار مسکو نمازگزاران نگذاشتند که پلیس با بولدوزر مسجدشان را ویران کند. مقامات روس میگویند این مسجد غیر قانونی بنیاد شده است و باید چپه کرده شود، ولی نمازگزاران به این اجازه نمیدهند. نواری ویدیویی این صحنه را کاربران به تلویزیونی نستعش وریمیا فرستادند. همکارم خیرامان بقازودا این گزارش را تقدیم میکند. در نوارهای ویدیویی دیدن ممکن است که همراه با بولدوزر به نزد مسجد کارمندان پلیس هم رسیدند. نشریه اسلام نیوز می نویسد اینجا هر نماز جمعه 500-600 نفر و در نماز عید تا 9000 نفر نماز می گذارند. خبرنگاران می گویند که در این نزدیکی ها مسجد دیگری نیست. تا سال گذشته مسجد در قلمرو معموری شهر لوبنیا جایگیر بود. حالا باشد به حدود معموری ناحیه میتیشی داخل می شود. 2 سال پیش دادگاه شهری میتیشی حکم برآورد که بنای مسجد غیر قانونی ساخته شده است. برادران، این واقعیت های مسکو است. مسجد را خراب کردنی‌اند. این ماشین، این پلیس، این سود اجراچی ها برای خراب کردن مسجد آمدند. این روسیه و مسکو است. نشریه اسلام نیوز می نویسد که نمازگزاران این دفعه پیشی راه تخریب مسجد را گرفتند. پلیس ماشین ها را دور کرد و نقشه کندن مسجد به بعد واگذار گشت. مقامات 1 هفته وقت دادند که مشکل حل کرده شود. مسجد به انجمن مسلمانان روسیه مربوط است و با پول نمازگزاران ساخته شده است. نمایندگان جامعه محلی مسلمانان گفتند وقت آخر سنجش نهادهای قدرتی تا رفت بیشتر می شود و تبلیغات ضد مسلمانان هم در شبکه‌ها افزایش می یابد. مخالفان حکومت طالبان در نشست در شهر دوشنبه از آینده افغانستان صحبت کردند. برخی از آنها گفتند که با هر راهی ممکن تلاش میکنند تا شیوه حکومتداری در افغانستان را تغییر دهند. طالبان نیز به این نشست دعوت شدند ولی تاکنون کسی آنها را در شهر دوشنبه ندیده است. همکارانم براد یوسفی و علیشیر ظریفی از این محفل گزارش درست کردند. بعد بیشتر از 2 سال حاکمیت در افغانستان، طالبان همان باقی ماندند که در سالهای 90 بودند. این نکته در همایش گفتگوهای امنیتی هرات در دوشنبه صدا داد. در نشست 11 گفتگوهای امنیتی هرات که فعلا در دوشنبه جریان دارد، حدود 150 کارشناس از داخل و خارج همچنین کارشناسای بین المللی حضور دارند. در روز اول این نشست بیشتر درباره آن صحبت شد که فعلا افغانستان در چه حال قرار دارد. این نشست در نظر است که فردا نیز ادامه یابد و در پایان آن نتیجه گیری خواهد شد. نماینده سازمان ملل متحد گفت طالبان به وعده خود در مورد مبارزه با گروه‌های تروریستی صادق نماندند. اعضای گروه مانیتوری از کشورهای اعضای سازمان ملل متحد هستند و اعتراف می‌کنند که سال 2023 طالبان همان طالبانی هستند که از سال 1990 بودند. جامعه جهانی کوشش می‌کند که در حل قضیه افغانستان در یک جایگی کار نماید. وعده های طالبان که سال 2021 داده بودند که با گروه های تروریستی مبارزه می کنند و جامعه عصر 21 را برپا می سازند، در سال 2023 می بینیم که همه آنها بر دروغ بودند. امروز حسابات ها آید به وضعیت نشان می دهد که البته طالبان با القاعده نزدیک می ماند
و با دیگر گروهی که ما را نگران کرده است. پس از آغاز جنگ در اوکراین و اکنون نیزا در غزه، توجه به افغانستان به مراتب کاهش یافته است. در این مدت مردم افغانستان با مشکلات خود که از سوی گروه طالبان ایجاد کردند تنها مانده است. خب افغانستان در قسمی که در پنل اول گفته شد یک سیاهچال است. یک سیاهچالی نه تنها امنیتی بلکه اقتصادی سیاسی همه و تفاوتی هم نیامده. طالبان البته تعاملشان بیشتر شده با جهان، اما تعاملشان با مردمشان هنوز هم صفر است. هیچ علاقمندی با مردم خود ندارن. اونا فکر میکنن که نماینده خدا هستن، نعوذ بالله، و هر چی که خواستن باید دیگرها حتما قبول بکنن، بیعت بکنن و بیرون از او هیچ چیزی دیگه واقعی نمیشه. اما جهان هم تا هنوز فکر نکنم که یک فکری حل مشکل افغانستان هنوز هم در نظر داشته بوده باشه. محمد اسماعیل خان یکی از چهره‌های شناخته افغانستان که سال گذشته به این همایش دعوت شده اما حضور پیدا نکرده بود، امسال به دوشنبه آمد. او میگوید طالب‌ها نه تنها دیگر نشدند بلکه سختگیرتر شدند. ما تلاش داریم که انشالله راه‌های جستجو کنیم که هم از طریق گفتگو و در صورت عدم گفتگو با شیوه‌هایی که در گذشته افغانستان نجات پیدا کرد، از اون طریق بتوانیم افغانستان را از این شر و شرایط بد فعلی نجات بدیم. این نشست از سوی مرکز مطالعات افغانستان و منطقه و انستیتوت مطالعات استراتژی افغانستان برگزار شده است. برای شرکت در آن طالبان هم دعوت شدند ولی نه آمدند. سال دوم است که نشست گفتگوهای امنیتی هرات در شهر دوشنبه برگزار می شود. گفتگوهای امنیتی هرات سال 2012 تأسیس یافته، هدفش بررسی مشکلات افغانستان است. برنامه را با خبری از اسرائیل و غزه ادامه میدیم. احتمال سازش 4 روزه آتش‌بس میان اسرائیل و حماس دراز کرده شود. رسانه ها خبر دادند که اسرائیل گفته است برای عوض هر روزی دراز کردن آتش‌بس رهایی 10 گروگان را میخواهد، ولی هدف نابودی گروه حماس به تغییر خواهد ماند. همکارم زرانگیزی نوروزشاه گزارش میدهد. ابیگایل ایدانی 4 ساله یکی از 17 گروگانی بود که روز یکشنبه از اسارت گروه تندروی حماس آزاد شد. هنگام حمله تروریستان حماس روز 7 اکتبر مادر وی در پیش چشمش کشته شد. ابیگایل به سوی پدرش دوید و پدرش بدنش را برای نجات او سپر کرد و تیر خورد. آتش‌بس 4 روزه میان حماس و اسرائیل از روز جمعه آغاز شده امروز پایان می‌یابد. حماس تاکنون از 240 گروگان 53 نفرش را آزاد کرده است. رئیس جمهور جو بایدن با تلاش‌های دیپلماتیکی که برای به دست آمدن آتش‌بس موقتی بین حماس و اسرائیل انجام شد روشنی انداخت. ما با رهبران قطر و مصر و اسرائیل در رابطه زیش بودیم. در این چند هفته اخیر برای رسیدن به آتش‌بس با هر یک آنها بارها صحبت داشتیم. حالا هر یک تبسم و اشک شادی که در چهره عائله‌های بالاخره به هم آمده می‌بینیم دلیل آن است که این تلاش‌ها ارزش داشتند و باید این کار را دوام داد. ولی جریان عافیت بخشی گروگان‌های آزاد شده طولانی خواهد بود. وضع جسمانی اکثر آنها خوب است. از نگاه روانی برای عافیت بخشی آنها وقت زیاد ضرور است. اسرائیل و کشورهای دیگر همه امکانیت‌ها را بر رفع آسیب روانی سفربر کرده‌اند. در چارچوب آتش‌بس اسرائیل هم 10 محبوس فلسطینی را آزاد کرد. به غزه مواد سوخت و کمک بشردوستانه وارد شد. ادامه آتش‌بس از دوام یافتن تبادل اسیران وابسته است. طور سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اخیراً گفت وقت مهلت آتش‌بس انجام می‌یابد جنگ می‌کند و تا زمانی نابودی گروه حماس ادامه خواهد یافت. با این وجود امید هست که در نهایت حل دائمی برای انجام نزاع بین اسرائیل و حماس
پیدا خواهد شد. تا زمانی که دولت مستقل فلسطین وجود ندارد، در این منطقه صلح و امنیت نخواهد شد. در همین حال پاپ فرانسیس در واتیکان هم به ضرورت مذاکره برای حل نزاع تاکید و از رهایی گروه نوی گروگان‌ها استقبال کرد. حکومت شهر دوشنبه اعلام کرد که تا سال 2028 تمام نقلیات جمعیتی از جمله اتوبوس و تاکسی ها باید با برق حرکت کنند و از سوزشواری استفاده نبرند. این را تلاش برای حفظ محیط زیست نامیدند. تاکسیرانها نگرانند که احتمال در پی عملی شدن این تصمیم هزاران نفر شغلشان را از دست دهند. امیر ایسایف و اسکندر فیروز این موضوع را بازتاب دادند. طبق دستور رستم امامعلی شهردار دوشنبه قرار است تا سال 2028 نقلیات جمعیتی در پایتخت تاجیکستان به ماشین‌های برقی تبدیل شود. اگرچه این تغییر در سمت حمل و نقل سازگار با محیط زیست است، اما پیامد ناگوار از دست دادن شغل برای هزاران نفر را به همراه دارد. شرکت یک تاکسی که از 2 سال پیش ماشین‌های برقی ساخت چین را وارد بازار تاجیکستان کرد، دادن مجوز کار به ماشین‌های دارای محرک سوختی را قطع کرده است. رسلان سرباززاده راهبر شعبه بازرگانی این شرکت میگوید که ساکنان تاجیکستان در آغاز به ماشین‌های برقی شبهه داشتند، اما با افزایش فهمیش و قبول این نمود نقلیات طلبات به ماشین‌های برقی افزایش یافت. ما مرحله به مرحله در مدت 1.5 سال زیاده از 60% خطا نکنیم مگر علاقه به ماشین‌های سبز داشتیم، چون اینکه ما از درون دیگر تاکسی پارک‌ها از دیگر شرکت‌های تاکسیرانی در بین دیگر شرکت‌های مسافرکشی اولین شده آوردیم. از همین سبب علاقه مرحله ما از 50% زیاد گذشته است. سرباززاده همچنین ذکر میکند که حالا بانک‌های تاجیکستان برای خریداری ماشین‌های برقی قرض‌های امتیازناک پیشنهاد میکنند. ولی فاضل جان فتولایف شارح اقتصادی خبرگزاری آزیا پلوس با پیشنهاد بانک‌ها شبهه دارد، زیرا راننده‌ها ماشین‌های برقی را از شخصان ثروتمند که امکانیت خرید را دارند به اجاره میگیرند. در حالتی که اگر آنها با 15% فرض کنیم سالانه اگر آنها ماشین را قرض گیرند و دسترس کنند، آنها احتمالاً 400-500 سوم روزانه باید هر روز باید مبلغ قرض رو پرداخت کنند. میگه برای باید هر یک شهروندان باید یک صاحب یک درآمد شد اولیه خود رو نگاه کنند. وضعیت در اون حالت خوب میشد وقتی که شرایط قرضدهی برای شهروندان بهتر و خوبتر میشه برای رانندگان تاکسی. سردار استحصالات کارخانه اکیا اوستا مراجان مراد میگوید که برای تقویت فعالیت نقلیات برقی تصمیم گرفتند اتوبوس‌های دیزلی نو اکیا اوریون را دیگر به مشتریان پیشنهاد نکنند. سال 28 500 عدد استحصال کرده بشود. شرکت اوستا گروه همچنین با شرکت چینی جینچوئن سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن در دوشنبه کارخانه تولید ماشین‌های سبکروی برقی بنیاد کرده می شود. دادگاه عالی تاجیکستان تصدیق کرد که پرونده گمانبران در قتل شهرت اسمت‌الله‌یف معاون پیشین رئیس آریان بانک را دسترس کرده است. در کرسی عیبداری 14 نفر نشستند. یک مسئول دادگاه عالی 27 نوامبر بر رادیو آزادی گفت از روی ترتیبات دادگاه 2 هفته پرونده را می‌آموزد و احتمال اول ماه دکبر آغاز مرافعه را انیق می‌کنند. هنوز معلوم نیست که مرافعه آشکار برگزار می‌شود یا پسی درهای بسته. شهرت اسمت‌الله‌یف را روزی 23 میون از نزد منزلش ربودند و بعداً جسدش را از ساحل رودی زرافشان پیدا کردند. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. برای اخباری بیشتر شما به سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های رادیو آزادی در یوتیوب و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادنکلاسنیکی وارد شوید. اگر خبری دارید به ما نویسید. خدا نگهدار.